به نام خدا. با سلام. جلسه 21 از درس تئوری برآورد رو در خدمت شما هستم. موضوع مباحث این جلسه و جلسه های آتی آزمون های آماری و فواصل اطمینان. ما تا به حال با روش های مختلفی برای برآورد مجهولات در درس تئوری برآورد آشنا شدیم، از روش های کلاسیک گرفته تا تکنیک های پیشرفته برآورد مجهولات مثل فیلترینگ کارمند. تمامی روش هایی که ما تا به حال در موردشون صحبت کردیم مبتنی بر 3 فرض بودن. این فرضیات عبارتند از اینکه 1. مشاهدات آلوده به خطاهای سیستماتیک نیستند. 2. اندازه‌گیری یا اندازه‌گیری های اشتباهی در بین مشاهدات وجود نداره. و فرض آخرمون این بود که مقیاس ماتریس کوفاکتور صحیح بودن مقیاس ماتریس کوفاکتور در صورتی که ما از دقت اسمی دستگاه‌های اندازه‌گیری برای تشکیل ماتریس کوفاکتور استفاده کردیم، به این معناست که دقت اسمی و دقت عملی دستگاه‌های اندازه‌گیری یکسانه. در این شرایط میتونیم بگیم که صحیح بودن مقیاس ماتریس کوفاکتور به این معنی است که سیگما صفر رو برابر 1 در نظر داریم. این 3 فرضیاتی هستند که ما در هر روشی از مجموعه روش‌هایی که باهاش آشنا شدیم برای برآورد مجهولات استفاده می‌کنیم بایستی معتبر یا درست باشه. قبل از اینکه شما بخواید نتایج محاسبات خودتون رو گزارش کنید، بایستی که برقراری این 3 فرض رو اعتبار سنجی بکنید. بنابراین بعد از محاسبات سرشکنی کاری که شما باید انجام بدید اعتبار سنجی فرضیات یا فرض‌های فوق. چرا ضرورت داره که این اعتبار سنجی انجام بشه؟ همونطور که حضور ذهن دارید، خطاهای سیستماتیک در اندازه‌گیری‌ها رو میشه به 2 گروه تقسیم کرد. گروه اول خطاهایی هستند که ناشی از کالیبره نبودن دستگاه‌های اندازه‌گیری هستند. به عبارت دیگه خطاهای سیستماتیک میتونن منشأ دستگاهی داشته باشن. و گروه دوم به دلیل ناقص بودن مدل ریاضی است. منظور از ناقص بودن مدل ریاضی عدم انطباق مدل ریاضی با شرایط واقعی اندازه‌گیری. اگر دستگاه‌های اندازه‌گیری کالیبره هم باشند، دانش ما از شرایط یا عوامل مؤثر بر اندازه‌گیری‌ها محدوده. در نتیجه هیچ وقت مدل ریاضی که ما می‌نویسیم دقیقاً منطبق بر شرایط واقعی اندازه‌گیری‌ها نیست. از این جهت میتونیم ادعا بکنیم که همیشه مدل‌های ریاضی ناقصن. اگر یه خود بزرگ نمایی شده بخوایم در مورد این جمله در مورد این موضوع صحبت بکنیم، میتونیم بگیم که همیشه مدل‌های ریاضی کاریکاتوری از شرایط واقعی اندازه‌گیری هستند، تقریبی از شرایط واقعی اندازه‌گیری هستند. مدل‌های ریاضی همواره تقریبی از شرایط عملی یا واقعی اندازه‌گیری. بنابراین همیشه باید اطمینان داشته باشیم که اولا دستگاه‌ها به درستی کالیبره شدن و ثانیاً تقریب‌های موجود در مدل ریاضی قابل تحمل، قابل قبوله. نکته دیگه اینه که اندازه‌گیری‌های اشتباه برخلاف اون چیزی که در ابتدا در بخش اول این درس تعریف شد، لزوماً اندازه‌گیری‌هایی نیستند که به لحاظ بزرگی با اندازه‌گیری‌های دیگه تفاوت فاحشی داشته باشند. حد یا آستانه خطای قابل تشخیص در یک شبکه که اصطلاحاً بهش
قابلیت اطمینان درونی شبکه گفته میشه، شاخصی است که بزرگی اندازه‌گیری‌های اشتباه رو مشخص میکنه که چقدر میتونن اندازه‌گیری‌های اشتباه به لحاظ بزرگی نسبت به مشاهدات دیگه متفاوت باشه. این شاخص قابلیت اطمینان درونی بستگی به عوامل مختلفی داره، از جمله طرح مشاهداتی شما، اینکه شما از چه مشاهداتی در محاسبات پارامترهای مجهول استفاده میکنید، طول، زاویه است، چیزمانه، چه تعداد از اندازه‌گیری‌های طول، چه تعداد از اندازه‌گیری‌های زاویه، و علاوه بر این هندسه شبکه شما، توزیع نقاط شما نسبت به هم دیگه چقدره، تعداد نقاط شبکه چگونه است. اینا همه روی آستانه خطای قابل تشخیص، یعنی آستانه بزرگی مشاهدات اشتباه تأثیر گذاره. بنابراین همیشه این احتمال وجود داره که میزانی از اندازه‌گیری اشتباه در مشاهدات باقی بمونه و نکته اینجاست که در فرآیند اعتبار سنجی فرضیات فوق ما دنبال این هستیم ببینیم که آیا خطای غیر قابل تشخیص باقی مانده در مشاهدات ما تأثیر قابل توجهی روی نتایج داره یا نه. و بالاخره نکته آخر این که ما هیچ وقت نمیتونیم انتظار داشته باشیم که دقت عملی و دقت اسمی دستگاه با هم یکی باشه و بنابراین ماتریس کوفاکتور مقیاس مناسب یا صحیحی داشته باشه. همیشه انتظار ما اینه که دقت عملی دستگاه از دقت اسمی اون بدتر باشه. به عبارت دیگه، چون شرایط حاکم بر اندازه‌گیری‌ها، پارامترهای جوی مثل دما، فشار و رطوبت متفاوت از شرایط استاندارد آزمایشگاه به هنگام تعیین در واقع دقت دستگاه‌های اندازه‌گیری هستند، دقت عملی و دقت تئوری یا اسمی دستگاه‌های اندازه‌گیری یکسان نیست. بنابراین بایستی که مسئله فرض برابری دقت عملی و دقت اسمی یا فرض صحیح بودن مقیاس ماتریس کوفاکتور پس از محاسبات سرشکنی اعتبار سنجی بشه. به این دلایل ما لازمه که حتما این فرضیات رو پس از محاسبات سرشکنی درستی آزمایی کنیم. برای این کار روش‌هایی وجود داره. در آمار ریاضی یا آمار احتمال روش‌هایی برای این کار وجود داره که این روش‌ها به دو گروه تقسیم میشن. گروه اول روش‌های آمار پارامتریک و گروه دوم روش‌های آمار غیر پارامتریک نامگذاری شده. در روش‌های آمار پارامتریک ما مبتنی بر فرضیاتی در خصوص به توزیع احتمال نمونه تصادفیمون میایم مجموعی از آزمون‌های آماری رو انجام بدیم تا بتونیم اعتبار این سه فرض رو ارزیابی کنیم. در روش‌های غیر پارامتریک هیچ فرضیاتی در مورد به توزیع احتمال تجربی نمونه تصادفیمون که از اون در محاسبات سرشکنی استفاده کردیم به کار گرفته نمیشه. پس نکته مطرح در تفاوت روش‌های آمار پارامتریک و آمار غیر پارامتریک این هستش که در آمار غیر پارامتریک ما هیچ فرضی در خصوص تابع توزیع احتمال نمونه تصادفی مورد استفاده نداریم، در صورتی که در روش‌های آمار پارامتریک یا روش‌های آمار پارامتریک مبتنی بر فرضیاتی در خصوص تابع توزیع احتمال نمونه تصادفی هستند که ما محاسباتمون رو با اونها انجام میدیم. تکنیکایی که ما توی این درس ازش استفاده خواهیم کرد روش‌های مبتنی بر آمار پارامتریک است. در آمار پارامتریک این روش‌ها رو اصطلاحاً بهش میگن آزمون‌های آماری یا آزمون‌های فرض. کفار بهش میگن بچه‌ها هایپوتزیس تست. به این ترتیب بچه‌ها توی این بخش از درس ما به دنبال معرفی مجموعه‌ای از
آزمون‌های فرض هستیم، مجموعه‌ای از آزمون‌های آماری هستیم. این مجموعه از آزمون‌های آماری رو میتونیم به دو گروه تقسیم بکنیم. گروه اول، یک، آزمون‌های پیش از محاسبات سرشکنی، یا به عبارت دیگه آزمون‌های پیش از برآورد مجهولات. و گروه دوم، آزمون‌های پس از محاسبات سرشکنی یا پس از برآورد مجهولات. پس ما در این بخش از درس به دنبال این هستیم که در دو قسمت متفاوت، اول مجموعی از آزمون‌های آماری رو باید پیش از شروع محاسبات، قبل از برآورد مجهولات شما انجام بدید رو معرفی کنیم، و بعد مجموعی از آزمون‌های آماری رو پس از محاسبات، یعنی پس از برآورد مجهولات با هم دیگه مرور کنیم. آزمون‌های آماری پیش از سرشکنی عبارتند از: یک، آزمون نرمال بودن تابع توزیع احتمال تجربی مشاهدات یا نمونه تصادفی مورد استفاده در محاسبات. دوم، آزمون میانگین. سوم، آزمون وریانس. و چهارم، آزمون تک مشاهده. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما از تکنیک‌های آمار پارامتریک قرار استفاده بکنیم. این تکنیک‌ها مبتنی بر فرضیاتی در خصوص تابع توزیع احتمال نمونه تصادفی هستند. بنابراین شما آزمون‌های میانگین، وریانس و تک مشاهده رو در صورتی میتونید به مشاهداتتون اعمال بکنید، به نمونه تصادفیتون اعمال بکنید که از نرمال بودن تابع توزیع احتمال تجربی مشاهدات اطمینان داشته باشید. این گروه از آزمون‌ها همون آزمون‌های پیش از سرشکنی هستند. آزمون‌های پیش از سرشکنی یا محاسبات یا برآورد مجهولات. این آزمون‌های گروه دوم چه آزمون‌هایی هستند؟ آزمون‌های گروه دوم یا آزمون‌های پس از سرشکنی عبارتند از: یک، آزمون نرمال بودن تابع توزیع احتمال برآورد بردار باقی مانده ها. دوم، آزمون فاکتور وریانس ثانویه. سوم، آزمون کشف مشاهدات اشتباه. و چهارم، آزمون تست مدل ریاضی. این مجموعه آزمون‌های پس از برآورد مجهولات یا پس از محاسبات رو تشکیل میده. مجددا شما از آزمون فاکتور وریانس ثانویه، آزمون کشف مشاهدات اشتباه و آزمون تست مدل ریاضی رو به شرطی میتونید انجام بدید که آزمون نرمال بودن تابع توزیع احتمال برآورد باقی مانده ها تعیین بشه. مجموعه آزمون‌های قبل و پس از سرشکنی امکان برآورد فاصله فواصل و نواحی اطمینان رو به ما میدن. خب بنابراین یکی از موضوعاتی که ما در موردش صحبت خواهیم کرد موضوع فاصله اطمینان و نواحی اطمینان است. وقتی صحبت از فاصله اطمینان میکنیم منظورمون یک فاصله تصادفی است که یک متغیر تصادفی با احتمال مشخصی در اون فاصله قرار می‌گیره. خواهیم دید که
فواصل اطمینان یا به عبارت که بر پایه آزمون‌های پیش از سرشکنی محاسبه میشن، ابزاری هستند که به ما امکان پالایش یا پیش پردازش اندازه‌گیری ها رو میسر میکنه. پس با استفاده از مفهوم آزمون های پیش از سرشکنی ما به مفهومی به نام فاصله اطمینان میرسیم. کمیتی به نام فاصله اطمینان رو محاسبه میکنیم که این فاصله اطمینان ها امکان پالایش یا پیش پردازش اندازه‌گیری ها رو برای ما فراهم میکنه. آزمون های پس از سرشکنی هم ما رو به نواحی اطمینان میرسونه. یعنی در واقع به کمک آزمون های پس از سرشکنی میفهمیم که تشخیص بدیم که مفهوم فاصله اطمینان رو به فضای انبودی تعمیم میدیم. از فضای یک بودی به فضای انبودی تعمیمش میدیم. تعمیم مفهوم فاصله اطمینان از فضای یک بودی به فضای انبودی ما رو به نواحی اطمینان میرسونه که دو نوع از این نواحی اطمینان شامل بیضی خطا، وقتی که دایمنشن یا ابعاد بردار مجهولات برابر 2 باشه، و بیضوی خطا وقتی که دایمنشن یا ابعاد بردار مجهولات بزرگتر از 2 باشه. دو نوع ناحیه اطمینان هستن که بسیار کاربردی هستند و در موردشون به طور مفصل صحبت خواهیم کرد. به عنوان مثال در درس نقشه‌برداری ژئودتیک و در درس میکروژئودزی خواهید دید که ما چطور از بیضی‌های خطا و بیضوی‌های خطا برای تحلیل میزان ثبات یا پایداری یک سازه استفاده می‌کنیم. خب اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، جمع‌بندی این هستش که ما در این بخش از درس با آزمون‌های فرض یا آزمون‌های آماری سر و کار داریم. اما این آزمون‌های فرض یا آزمون‌های آماری چی هستند؟ یک آزمون فرض آزمونی است که در ارتباط با یک فرضیه آماری انجام میشه. به عبارت دیگه یک آزمون فرض دارای اجزایی است که فرضیه آماری یا فرض صفر بهش میگن نال هایپوتزیس، یکی از اجزای اون هست. یک فرضیه آماری یا فرض صفر که معمولاً با h اندیس صفر نمایش داده میشه، فرضیه است در خصوص تابع توزیع احتمال یا پارامترهای تابع توزیع یک نمونه تصادفی. مثلا در آزمون‌های پیش از سرشکنی یک فرضیه آماری میتونه این باشه که تابع توزیع احتمال تجربی نمونه تصادفی ما نرماله. فرضیه های صفر اینطور نشون داده میشه. مثلا فرض صفر این هستش که مشاهده الهای ما متعلق به نمونه تصادفی باشه که از توزیع احتمال نرمال با پارامترهایی مثل نیو و سیگما برخورداره. یا میتونه در مورد پارامترهای خود این تابع توزیع باشه، مثل این که بگیم فرضیه آماری ما این هستش که میانگین نمونه تصادفی ما برابر مقداری مثل آست. یا فرضیه آماری میتونه این باشه که وریانس نمونه تصادفی ما مقداری مثل بی. پس روابط یک همگی نمونه هایی از فرضیه های آماری یا فرض صفر هستند. شکل هایی از فرضیه آماری یا فرض صفر هستند. معمولا هر فرضیه آماری در مقابل فرض دیگری مورد ارزیابی قرار میگیره که بهش میگیم فرض مقابل
یا فرض مخالف. اعتبار فرض صفر معمولا در مقابل فرضیه دیگری ارزیابی میشه که بهش فرض مقابل یا فرض مخالف گفته میشه. اصطلاحاً بهش میگن alternative hypothesis. اون رو با H1 یا H اندیس آ نشون میدن. مثلا فرضیه آماری یا فرض صفر این که مشاهدات ما متعلق به نمونه تصادفی با توزیع نرمال و پارامترهای میو و سیگما 2 باشن، میتونه در مقابل این فرض که مشاهدات از چنین نمونه‌ای پیروی نمی کنند ارزیابی بشه. یا این فرضیه آماری که میانگین جامعه آماری ما برابر آست، میتونه در مقابل این فرض که میانگین آ نیست ارزیابی بشه. یا این فرض که سیگما برابر بیه میتونه در مقابل این فرض که سیگما بزرگتر از بیه مورد ارزیابی قرار بگیره. بنابراین روابط دو همگی مثال‌ها یا نمونه‌هایی از فرض مقابل یا فرض مخالف در یک فرضیه آماری. به این ترتیب تا به حال ما با دو جزء یا دو بخش از یک فرضیه آماری آشنا شدیم. یک، فرض صفر و دو، فرض مقابل. ببینید ما همیشه آزمون‌های آماری رو بر مبنای نمونه‌های تصادفی ارزیابی می‌کنیم یا انجام می‌دیم. آزمون‌های آماری بر مبنای نمونه‌های تصادفی انجام میشن، نه بر مبنای جامعه اندازه‌گیری، نه بر مبنای یا بر مبنای جامعه اندازه‌گیری. ما همیشه یه نمونه تصادفی از مشاهداتمون داریم به طول n L1 تا Ln و آزمون آماری رو بر مبنای این نمونه تصادفی به طول n، نمونه تصادفی به طول n انجام میدیم. خب بنابراین این که نتیجه یک آزمون آماری چه باشد خیلی به نمونه تصادفی بستگی داره. مثلا تصور کنید بچه‌ها توی کلاس شما 3 نفر از بچه‌ها سیگاری هستند ولی مابقی سیگاری نیستن. من حالا نمونه تصادفی به طول 4 انتخاب بکنم که بخوام این فرضیه آماری رو که آیا دانشجویای کلاس شما سیگاری هستند یا نیستند ارزیابی کنم. این نمونه رو جوری انتخاب بکنم که 3 عنصر از اون شامل دانشجویایی باشه که سیگاری هستن و یک عنصر از اون شامل دانشجویایی باشه که سیگاری نیستن. طبیعیه که ارزیابی این فرضیه آماری که دانشجویان این کلاس سیگاری نیستند منفی عذاب در خواهد بود. چرا؟ چون نمونه تصادفی مناسبی است. نمونه تصادفی به سمت یک سری به سمت بخشی از جامعه آماری ما بایاسه. جامعه آماری ما تمام دانشجوها هستن، دانشجوی کلاس شما هستن، هر 30-40 نفری هستید که با هم ثبت نام کردیم. بایاس 3 دانشجویی هستن که سیگار میکشن و نمونه تصادفی به طول 4 ماه به سمت این بایاس هدایت شده. یعنی نمونه برداری به طور تصادفی یا درست انجام نشد. بنابراین در انجام هر آزمون آماری بچه‌ها ما ممکنه مرتکب 2 نوع خطا بشیم. خطاهای آزمون‌های آماری. اولین نوع خطا که بهش خطای نوع 1 گفته میشه، خطای رد فرض صفر، در حالی که فرض صفر صحیح. به لحاظ آماری با وجود 3 نفر دانشجو یه سیگاری در کلاس شما، این فرضیه آماری اگر نمونه تصادفی درست انتخاب بشه، مثلا دارای طول 10 باشه که این 3 دانشجو در یه همچین نمونه تصادفی باشن، این فرضیه آماری که دانشجوهای این کلاس عمدتاً سیگاری نیستن تایید میشه. ولی اگر این فرض رد بشه یک فرض صحیح رو ما رد کردیم. در این صورت مرتکب خطایی از نوع خطای نوع 1 شدیم. احتمال ارتکاب خطای نوع 1
در آزمون‌های آماری به آلفا نمایش داده میشه. واضحه که آلفا میزان ریسک پذیرفته شده در یک آزمون رو مشخص کنه. بنابراین یکی دیگر از اجزای آزمون‌های آماری تعیین میزان ریسک پذیرفته شده برای انجام آزمون فرض. اگر میزان ریسک پذیرفته شده در انجام یک آزمون آماری رو ما مشخص نکنیم، نمیتونیم بگیم این آزمون رو با چه میزانی از اعتبار انجام دادیم. به طور معادل، همونطور که تدریجاً اشاره کردم، احتمال 1 منهای آلفا معرف میزان اعتبار آزمون آماری است و بنابراین به اون significance level یا سطح اعتبار آزمون گفته میشه. به این ترتیب عنصر یا مؤلفه سومی که در یک آزمون آماری باید تعریف بشه تا ما بتونیم یک آزمون آماری رو به طور کامل مشخص بکنیم، میزان ریسک پذیرفته شده در آزمون آماری است. پس اگر من بخوام مثالهایی از یک فرضیه آماری بزنم، میتونم اینطور بنویسم: فرض 0 میو برابر آ با میزان ریسک آلفا در مقابل این فرض که میو برابر آ نیست، یک آزمون فرض رو مشخص میکنه. فرض 0 سیگما برابر بی با میزان ریسک آلفا در مقابل این فرض که سیگما بزرگتر از بیه، یک آزمون فرض دیگر رو مشخص میکنه. تمام 3 عنصر تشکیل دهنده یک آزمون آماری در این دو مثال وجود داره. خب بچه‌ها، برای اینکه ما بتونیم صحت و سقم فرض 0 رو در مقابل یا در حضور فرض مخالف مورد ارزیابی قرار بدیم، از ابزاری استفاده میکنیم به نام قاعده تصمیم یا decision rule. قاعده تصمیم چیه؟ قاعده تصمیم بچه‌ها یک به اصطلاح رابطه احتمالاتی است. که مشخص میکنه فرض 0 بر اساس نمونه تصادفی ما در مقابل یا در کنار فرض مقابل قابل تعریف یا قابل تعریف است. این رابطه احتمالاتی به صورت زیر تعریف میشه. چنانچه فرض مخالف در کلی ترین حالت خودش باشه، یعنی اینکه مثلا میو مخالف آ در مقابل میو برابر آ، میو مخالف آ هم شامل میو بزرگتر از آست هم شامل میو کوچکتر از آست. در این حالت گفته میشه که فرض مخالف در کاملترین یا کلیترین فرم خودش نوشته بیان شده. بنابراین قاعده تصمیم در صورتی که فرض مقابل در کلیترین شکل خودش باشه اینطور تعریف میشه: احتمال اینکه f بزرگتر از کیسی ماکسیموم یا f کوچکتر از کیسی مینیموم با فرض اینکه یا به شرط اینکه h0 true باشه برابر آلفاست. ببینید رابطه شماره 3 بچه‌ها داره به ما چی میگه؟ f در این رابطه چیه؟ f در این رابطه تابعی است از متغیرهای تصادفی و به اون آماره آزمون گفته میشه. هر آزمون آماری یا هر آزمون فرضی دارای یک آماره است، دارای یک تابعی از متغیرهای تصادفی است. چون تا به توزیع احتمال متغیرهای تصادفی معلومه،
تا به توزیع احتمال آماره اون آزمون هم معلوم. پس هر آزمون فرض یا هر آزمون آماری از آماره خاص خودش برخوردار. وقتی ما یک آزمون آماری رو میسازیم باید آماره این آزمون رو هم بشناسیم یا بدونیم. از اونجا که نکته مهم دیگه تابع توزیع احتماله، متغیرهای تصادفی معلومه، تابع توزیع احتماله، آماره یک آزمون هم معلوم. شما مقدار آزمون، رابطه 3 به ما میگه که شما مقدار آماره آزمون رو میایین محاسبه میکنید. اگر من از نظر هندسی بخوام رابطه 3 رو نمایش بدم، میگم رابطه 3 میگه شما میایین مقدار آماره آزمون رو محاسبه میکنید. این محور مقادیر آماره آزمون رو، مقادیر محتمل برای آماره آزمون نشون میده. با توجه به تابع توزیع احتمال آماره آزمون میتونیم 2 تا عدد به نام کیسی مینیموم و کیسی ماکسیموم رو محاسبه کنیم. چنانچه مقدار آماره آزمون بین کیسی مینیموم و کیسی ماکسیموم قرار بگیره، در این صورت میگیم که فرض 0 تایید میشه. ولی اگر مقدار آماره آزمون خارج از این ناحیه قرار بگیره، یعنی بزرگتر از کیسی ماکسیموم یا کوچکتر از کیسی مینیموم باشه، در این صورت فرض 0 رد میشه. فرض 0 نمیگیم رد میشه، فرض 0 تایید نمیشه. چرا نمیگیم رد میشه؟ به این دلیل که فرضیه آماری بر مبنای یک نمونه تصادفی تعیین شده و نمونه تصادفی ممکنه بایاس باشه، نمونه کاملا تصادفی نباشه یا نمونه تصادفی مناسبی نباشه. پس در هر یک از این دو حالت فرض 0 تایید نمیشه. در واقع قاعده تصمیم داره ناحیه‌ای رو برای ما مشخص میکنه که در صورتی که مقدار آماره در اون قرار بگیره، این ناحیه فرضیه آماری تایید نمیشه. به این ناحیه میگیم ناحیه رد آزمون. مقادیر کیسی ماکسیموم و مثبت بی‌نهایت و منهای بی‌نهایت تا کیسی مینیموم در یک آزمون 2 طرفه یا آزمون فرضی که فرض مخالف اون در کلی‌ترین شکلش نوشته شده باشه، نواحی رو مشخص میکنن که چنانچه F در هر یک از این نواحی قرار بگیره فرض 0 تایید میشه. در مقابل ناحیه تایید آزمون رو داریم. ناحیه تایید آزمون ناحیه است که از مقدار کیسی مینیموم شروع میشه و به مقدار کیسی ماکسیموم میرسه. مقادیر کیسی مینیموم و کیسی ماکسیموم همونطور که خدمتتون عرض کردم بر پایه یا مبتنی بر آماره تابع توزیع احتماله، تابع توزیع احتماله آماره آزمون محاسبه میشن و به اونها مقادیر بحرانی گفته میشه. مقادیر بحرانی یا critical values. خب ما توی این درس بنابراین دنبال این هستیم که ببینیم انواع مختلف فرضیه های آماری. در این بخش از درس دنبال این هستیم که ببینیم انواع مختلف فرضیه های آماری چیه، آماره این آزمون ها چگونه نوشته میشه و از چه تابع توزیع احتمالی برخورداره. این که مقادیر بحرانی رو با توجه به تابع توزیع احتماله یک آماره به دست بیاریم، قبلا در آمار احتمالات دیدیم. ما اینجا یاد میگیریم که چطور این
مقادیر رو با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون استخراج کنیم و بعد اعتبار فرض صفر یا فرضیه آماریمون رو در مقابل فرض مخالف مورد ارزیابی قرار بدیم. خب به این ترتیب مقدمات درس جلسه اول از بخش آخر از درس شما بچه‌ها اینجا به پایان رسید. ان شاءالله جلسه آینده بحثمون رو با آزمون‌های پیش از سرشکنی آغاز خواهیم کرد. منتها در انجام آزمون‌های پیش از سرشکنی ما از آزمون نرمال بودن تا به توزیع احتمال تجربی مشاهدات صرف نظر می‌کنیم. چرا؟ چون شما این آزمون رو در درس آمار احتمالات دیدین، لزومی نداره ما در موردش وقت بگذاریم. اگر کتاب رو بخونید در کتاب جزئیات چگونگی انجام این آزمون مشخص شده. ما با فرض اینکه آزمون نرمال بودن تا به توزیع احتمال تجربی مشاهدات تایید میشه، به بررسی آزمون‌های میانگین، وریانس، تک مشاهده و بالاخره در ادامه فواصل اطمینان و پس از اون آزمون‌های فاکتور وریانس ثانویه، کشف مشاهدات و تست مدل ریاضی و نواحی اطمینان خواهیم رسید. به عبارت دیگه آزمون نرمال بودن تا به توزیع احتمال برآورد باقی مانده ها رو هم ما در موردش بحث نخواهیم کرد، چون در آمار احتمالات اون رو دیدیم. فقط من اشاره مختصری میکنم که مشکل وجود کووریانس بین بردار مؤلفه‌های بردار باقی مانده ها رو چطور باید حل بکنیم پیش از اینکه بخوایم آزمون نرمال بودن تا به توزیع احتمال برآورد باقی مانده ها رو انجام بدیم. خیلی ممنون که توجه کردیم. براتون آرزوی موفقیت. خدا نگهدار.